راننده نیستی اگر ندونی اینجا حق تقدم با کیه. وضعیت اول، در هنگام ورود به میدانها حق تقدم با وسیله نقلیه هست که در داخل میدان در حال حرکت هست. یعنی حق تقدم الان با ایشون با وسیله آبی رنگ هست. در صورت وقوع تصادف و حادثه وسیله نقلیه سبز رنگ مقصر حادثه خواهد بود. وضعیت دوم، در صورتی که هر دو وسیله نقلیه در داخل میدان در حال گردش هستند، حق تقدم با وسیله نقلیه هست که به سکوی میدان نزدیکتر هست. الان در صورت وقوع حادثه وسیله نقلیه سبز رنگ مقصر حادثه خواهد. اما وضعیت سوم، الان این دو وسیله گردش به راست دارن، حق تقدم با وسیله سبز رنگ هست. در صورت وقوع تصادف وسیله نقلیه آبی میشه مقصر حادثه. و نهایت وضعیت چهارم، وسیله آبی میشه مقصر حادثه و رعایت حق تقدم با وسیله سبز رنگ هست. سمت راست دیگه حق تقدم با ایشون. بله. این جلوی ماشین بزنه، چه وسط چه انتها بازم وسیله آبی رنگ مقصر حادثه است. خوب ببینید عملکرد بعضیامون در میادین چگونه است و باید چه نکاتی رو رعایت کنیم.